در مورد ستایش میتونی بگی نه؟ بیزه حرف بزنم دیگه. شاید دلم بخواد در مورد ستایش الان حرف بزنم. چرا نمیذاری؟ باز چی میمون دعوت میکنی؟ ها خب بذار میمونا بشینن یه گوشه با تو چای بخورن، تو فقط همینجوری حرف بزن. نه خب میتونم در مورد ستایش حرف بزنم. شما چند ساله تو این حرفه‌ای؟ بگو. 15 سال. دیگه اینو باید جواب بدی دیگه، کاشیه نیست. 15 سال تو این حرفه‌ای. من چند وقت الان معروف شدم؟ 6 ماه. واقعا 6 ماهه؟ بله. من تو این 6 ماه این همه بازیگر آوردی؟ عجیبه. خب من 6 ماه الان، یعنی من 14 سال و 6 ماه از شما کمتر دیده شدم. من باید اینو جبران کنم دیگه. خب وایسا نم برو جلو. چته میخوای تو همین 6 ماه 20 سالو تجربه کنی؟ تا جایی که میتونم دیگه بالاخره. خب میشه در مورد ستایش بگم؟ نه. نه بفرمایید. در مورد ستایش انقدر سالها در موردش حرف زدم که الان نمیخوام در موردش الان دیگه نمیخوام در موردش حرف بزنم. دیدی نباید میذاشتم آره دیگه اینجوریه. مامان منم گفت میری مواظب باشی خانم خطرناک. وای بچه یه چیز خیلی بد از خودم بگم. بیفتم رو خنده دیگه نمیتونیم ضبط کنیم ها. یعنی معروفم به این. یعنی بیفتم رو خنده دیگه نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. منم همینطوریه.